قرائت شاهاثر علامه باباجان غفورов تاجیکان. تاریخ قدیم عصر میانه و دوره نو. گفتاری 57. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. انجام پروسس تشکل خلق تاجیک و سازمان دولتی او، دولت طاهریان، صفاریان و سامانیان، عصرهای 9 و 10. ساخت دولتی و تشکیل دستگاه اداره آن. اساسگزار دولت سامانیان اسماعیل سامانی به خوبی می‌دانست که تأمین کردن استقلالیت ماوراء النهر و از خلافت عرب آزادانه نشأ و نما یافتن وی فقط همان وقت ممکن می شود که در این مملکت یک حکومت مرکزیت پیدا کرده به وجود آید. وی در راه این مقصد یک قطار اقدامات به عمل آورد. یکی از این نوع اقدامات جاری نمودن اصول متناسب اداره دولت بود. در عهد ساسانیان دستگاه دولتی به درگاه، درباری پادشاهی و دیوانها، اداره های مرکزی، حربی، گرجدنی تقسیم می گردید. در شرایط حیات فئودالی به این تقسیمات آنقدر هم رعایت کرده نمی شد. آدمان با نفوذ دربار اکثر وقت به کارهای مداخله می کردند که وظیفه این و یا آن دیوان به شمار می رفت. چه نوعی که نرشخی قید می کند؟ در زمان سلطنت نصر دوی سامانی 914-943 در اطراف ریگستان بخارا 10 بینای عالی برای دیوانها ساخته بودند. دیوانها از 10 اداره مرکزی عبارت بودند. از روی وظیفه های خود به ساحه های زیرین تقسیم می شدند. دیوان وزیر اساسی ترین اداره مرکزی حساب می شد و در تمام مؤسسه های مأموری، سیاسی و اقتصادی دولت نظارت می نمود. به وی سرداران همه دیوان های دیگر اطاعت می کردند. به منصب سردار این دیوان، یعنی به وظیفه وزیری یا حاجب بزرگ، عادتاً یکی از نمایندگان 3 خانواده جیهانی، بلعمی و عتبی تعیین می شدند. تمام قوه های حربی سامانیان در اختیار حاجب بزرگ بود. دیوان مستوفی همه کارهای مالیوی یعنی خرج و دخل مملکت را پیش می برد. دیوان امیدالملک به همه کاغذهای مهم دولتی مأمور بوده، اینچنین مناسبت‌های دیپلماتی را با دیگر دولت‌ها اداره می‌کرد. دیوان صاحب الشورات گواردیای سامانیان را در اختیار خود نگاه می‌داشت، به آذوقه، ماهانه و نگاه و بین لشکر نظارت می‌نمود. دیوان صاحب البرید سرداری پشت به رسانیدن مراسلات دولتی مأمور بود. اما کارکنان محلی این دیوان نه فقط وظیفه خطبری را ادا می کردند، بلکه درباره حاکمان و مأمورین محلی دولتی و رفتار آنها خبرهای مخفی را هم به مرکز رسانیده می ایستادند. یعنی وظیفه مأموران محکمه سیاه را نیز به جا می آوردند. دیوان برید با چنین خصوصیت خود از دیگر دیوانها تفاوت داشت که مؤسسه های محلی وی به حاکم ها اطاعت ننموده، بی‌واسطه به اداره مرکزی خود نگاه می کردند. باید قید کرد که پشت در آن وقتها فقط به احتیاجات دولت خدمت می نمود و برای اهالی دسترس نبود. دیوان محتسب به بازار، ترازو، مالهای فروشی، برزگران و پیشوران نظارت می کرد و می توانست فروشی مالهای قلب و نامرغوب را باز دارد
و به نرخ گران فروختن محصولات را منع کند. این دیوان تدریجاً به اخلاق مردم، مسجد روی و استعمال مشروبات نیز نظارت می کردگی شد. شهری نبود که محتسب خود را نداشته باشد. دیوان مشرف کارهای دولتی خصوصاً خرج و دخل خزینه را نظارت می کرد. غیر از این دیوان ها باز دیوان ملک های دولتی، دیوان قاضی و دیوان وقف موجود بود. الخوارزمی باز یک دیوان دیگر، دیوان امور حرب را نام می برد که در اثر نرشخی ذکر نیافته است. مؤسسه های محلی همه این دیوان ها به استثنای دیوان برید از یک طرف به حاکم ها اطاعت کنند، از طرف دیگر به دیوان مرکزی خود اطاعت می نمودند. حاکمان ولایت ها اکثرا از بین اعیان و اشراف زمینداری با نفوذ، معمولا از خانواده حاکمان گذشته محلی تعیین می شدند. در قطار این حاکم ها در هر شهر یک نفری رئیس هم بود که از بین اعیان و اشراف محلی تعیین می گردید. در عصر در عهد سامانیان روحانیان اسلام نیز رالی کلان می بازیدند. در ماوراء النهر اساساً مذهب حنفیه پهن شده بود. سر روحانی که اولها استاد می نامیدند و بعدتر به خود لقب شیخ الاسلام را گرفت، در دولت سامانیان موقع بزرگی داشت. اما اصول متناسب اداره دولت که سامانیان به وجود آورده بودند به هیچ وجه از مرکزیت قطعی پیدا کردن این دولت شهادت نمی‌دهد. در ظرف تمام دوره حکومت سامانیان مبارزه حاکمیت مرکزی بر ضد قصدهای مرکزگریز مالکان جداگانه فئودالی قطع نگردید. نه اسماعیل سامانی و نه وارثان او با وجود مبارزه های شدیدی که برای مستحکم نمودن حاکمیت متمرکز می بردند، اصول مملکتداری مرکزیتناک را در بسیار محلها و کنار و گوشه های آسیای میانه جاری کردن نتوانستند. هرچند ولایت های خوارزم، چغانیان، ختلان و غیره در هیئت دولت سامانی باشند هم حاکمان آنها در عمل مستقلاً حکمرانی می کردند. مثلا در ختلان در ظرف قریب 200 سال عصرهای 9 نمایندگان سلاله محلی بنی جوریان حکمرانی کرده تمام عایدات این ولایت پرثروت را به خزینه خود می گذاشتند، ولی به سامانیان غیر از پیشکش چیزی نمی دادند. به این طریقه تدبیر پیشگرفته سامانیان که حاکمان ولایت تعیین کرده به این وسیله مقابلیت ورزی فئودالان محلی را برهم دادن و آنها را به طرف خود کشیدن بود، اکثر وقت نتیجه های نامطلوب می داد. اصول فئودالی انعام ملکی در زمان سامانیان خیلی اوج گرفته بود. دولت را از درون پاره کرده حتی خاک اصلی آن را هم تقسیم نمود. اهل خاندان سامانی و عملداران کلان که به طریق انعام شهر و ولایت ها را صاحب می شدند کوششی صاحب اختیار شدن داشتند و اکثر وقت موقعی از حاکمیت مرکزی مستقل را اشغال می نمودند. تجربه به امور اداره ولایت ها تعیین نمودن نمایانترین سرکرده های حربی گواردیای دربار سامانی که در وقتهای اول برای درهم شکستن مقاومت فئودالان محلی و فرو نشاندن شورش های خلقی به کار برده می شد نیز عاقبت های نیک نبخشید. سرکردگان ترک از نارضایتی فئودالان محلی و مبارزه های صنفی داخلی استفاده نموده گاه خودشان بر ضد حاکمیت مرکزی سر می برداشتند و ولایت های خود را مستقل اعلان می کردند.
نزاع‌های بین خودی فیادالی و سوس شدن دولت سامانیان، اصطلاح قره‌خانیان. بعد از وفات اسماعیل سامانی سال 907 در اولهای سلطنت احمد ابن اسماعیل 907-914 یک باره در یک چند ولایت ها عصیان سر زد. حاکمان سمرقند، ری و سیستان شورش برداشتند. پس از خوابانیدن این عصیان ها دیری نگذشته در نتیجه خیلی بد شدن احوال دهقانان و افزودن اندازها در سیستان شورش خلقی به وجود آمد. سامانیان فقط با مشقت زیاد به پخش کردن این شورش موفق شدند. احمد ابن اسماعیل با چند سبب در بین گواردیای ترک نسبت به خود مناسبت دشمنانه به وجود آورد و در وقت شکار از طرف غلامان خود کشته شد. در ایام پادشاهی پسر او نصر دو 914-943 اداره کردن مملکت را وزیر ابو عبدالله محمد ابن احمد جیهانی به عهده خود گرفت. جیهانی که یکی از آدمان با معرفت زمانه بود، در دوره وزارت خود چنان که مورخ گردیزی قید می کند اداره مملکت را به ترتیب آورد. با وجود این نزاع‌های بین خودی و جنگ‌های داخلی همانا دوام می کردند، چنانچه بر طبق شهادت مؤلف عرب ابن الاسیر در آخرهای سال 914 و اولهای سال 915 در سمرقند برادرزاده نصر دو منصور ابن اسحاق عصیان برداشت. چند پس از این سرکرده کلان حربی حسین ابن علی مروزی اول در هرات و بعد در نیشاپور عصیان نموده سروری حرکت قرمته اسماعیلیه گردید. احمد ابن سهل نام زمینداری کلان که قوه‌های حربی حسین مروزی را تارمار و خود او را اسیر نمود، به زودی خودش هم بر ضد سامانیان سر برداشت و این عصیان فقط پس از یک سال فرو نشانده شد. بعد از مرگ حسین مروزی به حرکت قرمته در ماوراء النهر محمد ابن احمد نخشبی راهبری نمود. نخشبی در جریان فعالیت خود موفقیت‌های کلان به دست آورد و بسیار عملداران عالی مقام حکومت سامانیان را به قبول کردن عقیده قرمته مایل نمود که در بین آنها حاجبی بزرگ، دبیر خاصی امیر سامانی، سردار دیوان مستوفی و حاکم ایلاق نیز بودند. نخشبی به واسطه این آدمان به دربار نصر دوی سامانی راه یافت. در آخرهای سلطنت نصر دو حرکت قرمته خیلی قوت گرفت. خود نصر دو هم طرفدار تعلیمات قرمته گردید و موافق خواهش نخشبی رازگی داد به عوض در حبسخانه بخارا هلاک شدن حسین ابن علی مروزی که اجرا کننده سپارشات مخفی فاطمیان بود به خلیفه مصر 119,000 دینار تاوان دهد. همه این به نارضایت جدی روحانیان اسلام باعث گردید. روحانیان با همراهی نمایندگان گواردیای ترک دربار به مقابل نصر دو سوی قصد تشکیل نمودند. آنها برای رسیدن به این قصد خود خواستند که به مناسبت در آینده نزدیک بر ضد بادیه نشینان لشکر کشیدن امیر سامانی بزم شبنشینی سرکردگان حربی را برپا کرده در این بزم نصر را به قتل رسانند و تمام پیروان قرمته را بکشند. لیکن پسر نصر دو نوح از این سوی قصد خبردار شد. با طلب او نصر دو سرکرده سوی قصدچیان را با فریب به حضور خود آورده سرش را از تن جدا کنند و سپس با همراهی نوح به بزم سرلشکران حاضر شد. در عین اوج بزم و طرب نصر دو اعلان کرد که وی از سوی قصد واقف است و فرمود که سری سرکرده مقتول را به پیش سرلشکران
هوا دهند. او در خود همانجا از تخت پادشاهی دست کشیده پسرش نوح را که هیچ کس او را به طرفداری حرکت قرمطه عیبدار نکرده بود به جای خود تعیین کرد. موافق شهادت واقعه‌نامه های تاریخی، نوح ابن ناصر بعد رسما به تخت نشستن خود نخشبی را به حضورش دعوت نموده امر می دهد که با فقهای اسلام مناظره کند و در پیش عموم درستی عقیده های خود را اثبات نماید. البته فقهای اسلام غالبی مناظره اعلان کرده شدند. نخشبی با گناهی به منفعت خود صرف کردنی 40,000 دینار از مبلغی که به تاوان مرگ حسین مروزی به فاطمی ها باید فرستاده می شد نیز عیبدار گردیده با فرمان نوح در میدان بخارا به دار کشیده شد. عجابتش در این است که پس از یک روز قتل جسد او از دار غایب گردید. پس از این در سر تاسر مملکت قتل عام قرمطی ها و مصادره مال و ملک آنها سر شد. از همان وقت حرکت قرمطه در آسیای میانه فقط همچون جریانی مخفی دوام نمود، ولی تشکیلات مخفی طرفداران این بدعت در بخارا خیلی فعالانه و مدتی دور و درازی عمل کرد. خطیبان قرمطی سال 1045 در عهد قرخانیان، یعنی پس از 100 سال واقعه مذکور، دستگیر گردیده به قتل رسانیده شده. در دوره حکمرانی نوح ابن ناصر 943-954 علامت‌های تنزل دولت سامانی به طور روشن پدیدار می شوند. دولت در سالهای اولی حکومتداری نوح به دشواری سخت مالیوی رو آورده بود. بر طبق معلومات هنوز در سال 942 از اهالی 2 کرت انداز گرفته شد. دشواری مالیوی به درجه رسیده بود که به سپاهیان و حتی به گواردیای امیر وقتی زیاد ماهانه داده نشد. این احوال در بین عسکران ناراضگی جدی به وجود آورد. نوح ابن ناصر برای لااقل موقتاً پس کردن شدت ناراضگی وزیر خود را به سببگاری این همه دشواری های مالیوی عیبدار نموده به قتل او فرمان داد. البته این تدبیر به بهتر شدن وضعیت مالیوی مملکت باعث نگردید. اما که نوح ابراهیم ابن احمد از چنین وضعیت استفاده برده در ماه ینوری سال 947 با یاری فیعدل کلان چغانیان ابو علی چغانی حاکمیت را به دست درآورد. بردیه دربار نوح که از مرگ نصر این جانب ماهانه نمی گرفت ابراهیم را طرفداری نمود. نوح مجبور گردید که به سمرقند برآمده رود، لیکن وی در وقتی به چغانیان برگشتن ابو علی از سری نو تخت را به دست آورده به چشمان عمک خود و 2 برادری او که در این عصیان شرکت داشتند نیل کشیده کور کرد. نوح ابن ناصر در سالهای آخری حکمرانی خود اساساً به مبارزه ضد شورش ابو علی چغانی مشغول گردید. وی پس از کوشش بی موفقیتی با راه حربی برطرف نمودن شورش ابو علی به بعضی گذشتها مجبور شده او را اول حاکم چغانیان و سپس در سال 952 حکمران خراسان تعیین نمود. دوره حکمرانی پسری کلان نوح عبدالملیک یک 954-961 با قوت گرفتن نفوذ سیاسی سرکردگان حربی گواردیای ترک و به دست آنها گذاشتن قریب همه کارهای اداره دولت توصیف می یابد. در این وقت خصوصا سردار گواردیای ترک و فیعدل کلان الپتگین به صفت حاجبی بزرگ سر می بردارد. تأثیر الپتگین به درجه افزوده بود که عبدالملیک بدون رازیگی او حتی کسی را به مسند وزارت تعیین کرده نمی توانست. این بود که در یک مدت کوتاه
از سال 954 تا سال 959 منصب وزارت 4 مراتب از دست به دست گذشته، نهایت به دست دوستی الپتیگین ابو علی بلعمی آمده قرار گرفت. چنبعی که گردیزی در زین الاخبار نام واقعه نامه تاریخی خود قید کرده است، الپتیگین و ابو علی عهد کرده بودند که نایب یکدیگر باشند و ابو علی بلعمی باید هیچ کاری را بی مصلحت الپتیگین نمی کرد. مرگ عبدالملیک باعث آشوب‌های نو در بخارا گردید. اهالی شورش کرده پایتخت قصر امیر را آتش زده تالان نمودند. با اصرار الپتیگین پسری خردسال عبدالملیک نصر سه امیر اعلان کرده شد، لیکن سلطنت او بیشتر از یک روز دوام نکرد، زیرا دیگر سرکردگان حربی و فیادلان کلان به سعی و کوشش الپتیگین در بابت مستحکم نمودن موقع خود در حاکمیت طرفداری نکردند و منصور ابن نوح سامانی را 961 976 به تخت نشاندند. الپتیگین پس از یک چند زد و خوردی که در بین او و سرلشکران سامانی در ناحیه مرو و بلخ روی داد، به غزنین حرکت نموده در سال 962 حاکمیت آنجا را به دست خود گرفت. تنها پس از مرگ الپتیگین سال 963 به منصور ابن نوح میسر گردید حاکمیت سامانیان را در غزنین برقرار نماید. بعد از وفات منصور در عهد پسری او نوح دو 976 997 اختلافات درباری و اسیانهای حاکمان و فیادلان محلی که ولایت‌های جداگانه دولت سامانی از آن جمله بسیار محل‌های خراسان به دست آنها گذشته بود، باز هم بیشتر قوت گرفتند. اقتدار دولت به درجه سست گردید که وی نمی توانست به اندک هجوم خارجی تاب آورد. محض در چنین وضعیت در سال 992 دولت سامانی به اولین حمله یک قطار قبیله های بادیه نشین ترک دچار افتاد. در سری آنها خانهایی از قبیله یغما می ایستادند که این سلاله با نام قرخانیان مشهور گردیده است. قرخانی ها در وقتی به ماوراء النهر هجوم آوردن خود به وادی هفترود و یک قسم ترکستان شرقی قاشغر صاحب گردیده بودند. بزرگترین و مدنی ترین قبیله در میان ترکان قرخانی قبیله قارلوق ها به شمار می رفت. تمام کوشش های نوح دو در بابت سفربر نمودن قوه های حربی مملکت بر ضد تعرض قرخانی ها نتیجه نبخشید. از بس که ترکان قرخانی به دین اسلام که به طفیل روابط تجارتی با شهرها و واحه‌های زراعتکاری ماوراء النهر در بین آنها پهن گردیده بود اعتقاد داشتند و مقابل هجوم آنها با شعار غزوات و پا خیزاندن اهالی امکان ناپذیر بود. سرکرده های کلان حربی از حمایه نوح دو دست کشیدند. قایم مقام خراسان ابو علی ابن ابوالحسن سیمجوری به طرز مخفی با بغراخان قرخانی سازش نموده قشون خراسان را به مدافعه ماوراء النهر نفرستاد. لشکری که بر ضد بغراخان فرستاده شده بود در نتیجه خیانت سردار خود فایق شکست خورد و خود فایق همراه بغراخان به طرف بخارا حرکت کرد. این بود که قشون قرخانیان به مقاومت دچار نشده پایتخت دولت سامانی بخارا را به آسانی ضبط نمود. نوح دو مجبور شد که به آمل فرار کند. فوت ناگهانی بغراخان وضعیت را تغییر داد. قشون‌های قرخانی غنیمت زیادی به دست آورده به صحراهای خود برگشتند. واقعه سال 992 نااستواری دولت سامانیان را روشن نشاند. ابو علی سیمجوری در خراسان و فایق در بلخ بر ضد نوح دو اسیان نمودند. پس از آن که نوح دو به بخارا باز آمد
دیگر به قوه‌های خود امید نبسته برای کمک به حاکم غزنه سبکتیگین مراجعت کرد. سبکتیگین اصلاً از اولاد گواردیای ترکی دربار سامانی بوده، استعدادی فوق‌العاده سرلشکری داشت. وی با الپتیگین علاقه خویشاوندی پیدا نموده، پس از وفات او حاکم غزنه گردید و باز یک قطار ولایت‌ها را نیز به قلمرو خود درآورده دایره دولت را خیلی وسعت داد. سبکتیگین خواهش نوح دو را به کمال میل قبول کرده فوراً به طرف ماوراء النهر روان شد. او با قشون 20,000 نفره از دریای امو گذشته اول به کیش، شهری سبز، سپس به نخشب قرشی وارد شد و از آنجا با همراهی نوح به مقابل ابو علی و فایق حرکت کرد. بعد یک چند محاربه ها لشکری ابو علی و فایق تارمار گردیده خود آنها به گرگان گریختند. با عوض این خدمت نوح دو و سبکتیگین لقب ناصرالدین و دولت، حامی دین و دولت داد. پسری سبکتیگین محمود که در جنگ‌های ضد اسیانکاران فعالیت کلان نشان داده بود نیز لقب سیف الدوله، شمشیر دولت را گرفت و به جای ابو علی سیمجوری حاکم خراسان تعیین گردید. در سالهای 995-996 حاکمان ولایت‌های جداگانه سامانی از نو اسیان برداشتند و ترکان قرخانی باز به ضبط نمودن خاک دولت سامانیان قصد نمودند. این بار هم نوح دو با مدد سبکتیگین اسیان را پخش نموده از هجوم قرخانیان به بخارا